آقایان، سلام گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. با درود خدمت یکایک شما بینندگان عزیز در سراسر دنیا. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. در برنامه این هفته گفتگویی دارم با یکی از شخصیت‌ها، یکی از بانوهای بسیار فعال و به نام جامعه ایرانی. خوشحالم که جامعه ایرانی ما، خانم‌ها، بانوان توانستند در غربت با گذشت زمان برای خودشون یک نام بزرگی در جامعه ایرانی و جامعه خارجی پیدا کنند. یعنی زن ایرانی توانست نشون بده که لیاقت و شایستگی این رو داره که مساوی با مرد یا مردان و مساوی با حقوقی که میتونه برای هر انسانی در نظر گرفته شده باشه حساب بشه. خب زمان این رو به خوبی ثابت کرد. حتی انقلابی که در ایران به وجود آمد، مسائلی که در ایران به وجود آمد، باز هم زن ایرانی خودش رو نشون داد که لیاقت و شایستگی خودش رو در چه راستایی داره و خواهد داشت. در جامعه خارج از کشور هم خانم‌های ایرانی توانستن به عنوان شیرزنان ایرانی خودشون رو نشون بدن، مقاوم با سختی‌ها و مقاوم با ناهمواری‌ها، و توانستن در کنار همسرانشون بایستند تا امروز کارنامه درخشانی رو از خودشون باقی بگذارن. یکی از این بانوان عزیز ما، یکی از شخصیت‌هایی که به نام یک زن ایرانی، نامی زن ایرانی توانست چنان بدرخشه، امروز در برنامه تلویزیون امید ایران حضور دارند. خانم ها و آقایان، خانم باهره اردلان. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون امید ایران. ممنون از دعوت شما، خیلی خیلی لطف کردید مثل همیشه و واقعا صحبتاتون بسیار دلپذیر و قشنگ بود. خانم های ایرانی همطور که فرمودین واقعا در این 3 سال کوچ اجباری، واقعا 37 سال شد. بله زمان زود میگذره. زمان واقعا زود میگذره. به هر حال واقعا لیاقت و شایستگی خودشون رو خیلی خیلی خوب نشون دادن. خانم هایی بودن که اصلا تا حالا کار تو عمرشون نکرده بودن، دیپلم گرفته بودن یا حتی دیپلم هم نداشتن. میدونم، شاهد بودم، اومدن اینجا با پشت کار و فعالیت‌های شبانه روزی، هم مادر بودن، هم سام‌هامین همسر بودن، کار کردن، درس خوندن، شاغل شدن و الان واقعا چهره‌های بسیار بسیار درخشانی در جامعه ایرانی در لس آنجلس شهر فرشتگان داریم که من به تک تکشون واقعا افتخار میکنم. دقیقاً همینطوره خانم باهره اردلان. شما هم جز کسانی هستید که آمدید اینجا نه آنچنان با دست پر، اما آمدید و به هر حال یک زندگی رو تشکیل دادید، صاحب فرزندانی شدید که هر کدوم یکی از یکی گلتر و به هر حال محترمتر و سختی های بسیاری رو قطعاً مثل دیگر مادران و همسران ایرانی پشت سر گذاشتید. من میشناسم بسیاری از خانم هایی که آمدن 2 شیفت در روز کار میکردن، یعنی از 7 صبح تا 8 شب، 9 شب و 9 شب که میمدن تازه میشدن مادر خانه و میشدن همسر خانه کاملا. و در مقام به هر حال همسری و مادری خود اینها یک دنیای وظیفه است کاملا. و پشت همسرشون ایستادن و تونستن امروز صاحبان فرزندانی بشن که هر کدوم از اینها افتخاری هم برای جامعه ایرانی، یا وکیل شدن یا دکتر شدن یا بیزینسمن های موفقی شدن. به هر حال هر کدوم در مقام یک ایرانی توانستن نام ایرانی رو در هر جایی به خوبی نشون بدن و لیاقت و شایستگی شد. به همین دلیل من برای خانم های قدیمی، یعنی نمیخوام بگم بیشتر احترام قائلم، بیشتر علاقه دارم بهشون، برای اینکه شماها زمانی آمدید اینجا که با دست خالی بود، نه امکاناتی آنچنان بود، نه خانواده‌ای در پشت بود، نه حمایتی بود
همه آمدید اینجا و تونستید این بار سنگین رو به دوش بکشید تا جایی که امروز نسل بعد با استفاده از موقعیت‌های شما تونسته خودش رو بیشتر نشون بده و موفق باشه. خب واقعا به تمامی مادران قدیمی تبریک میگم به خاطر این کارنامه پر افتخار و درخشانی که برای جامعه ایرانی ساختید. خانم باهره اردلان سالها و سالها هست که در امر بیزینس بیمه فعالیت داره. خب آخرین خبرها و مهمترین خبرها رو از چه کسی بهتر از چنین متخصصی میشه شنید؟ خانم باهره اردلان، این مسئله ترانزکشنی که شد، یعنی رئیس جمهور عوض شد، آقای ترامپ اومدن و آقای اوباما رفتند و بعد صحبت‌هایی بود که آقا اوباما که رو دیگه فراموشش کنین، اصلا دیگه خراب بود و از این حرفا. امروز مسئله بیمه به چه صورتی هست و اوباماکر آیا هنوز که هنوزه میتونه کردیتی براش داشت یا اینکه نه یا تموم شد رفت؟ در حال حاضر برنامه ها مثل سالهای گذشته است، هیچ فرق نکرده. میدونم که برنامه اوباماکر رو فکر میکردم خیلی به محض اینکه پرزیدنت جدید بیاد اولین کاری که میکنه این برنامه اوباماکر رو برمیدارن، ولی انقدر کارهای دیگه همطور که همه میدونن دارن انجام میدن، خوب یا بد، که هنوز به این قسمت نرسیدن. ولی خبر جدیدی که اخیراً اومده اینه که اون اجباری بوده که همیشه همه باید بیمه بگیرن، اون برداشته شده و همونطور که بیشتر دوستان اطلاع دارن و حتما شما میدونید، ما در سال الان فقط 3 ماه میتونیم هلت اینشورنس بنویسیم که اون ددلاینمون تموم شده، ولی باز یه اکسپشن های وجود داره که میتونیم هنوزم بیمه بنویسیم. مثلا فرض کنیم اگر کسی از یه استیت دیگه وارد بشه یا از یه کشور دیگه وارد شه، هنوز میتونیم بیمه براشون بنویسیم. اگر که از شرکتی که کار میکنن جایی که دارن گروپ هلت اینشورنسشون از بین رفته میتونیم بنویسیم. اگر بچه‌ای به دنیا میاد، خدای نکرده دیورسی وجود داره، میتونیم باز یه شرایط به خصوصی رو هنوز گذاشتن، ولی اون اجبار بودنشو در حال حاضر شنیدم که برداشته شده. همونطور که میدونید کمپانی های شرکت های بزرگ، شرکت های معمولی که کارمندان بسیار زیادی دارن، قانوناً باید برای همه بیمه میگرفتن. این باعث میشد که خیلی از شرکت ها مجبور بودن که تعداد کارمندانشون رو یا کم کنن یا تعدادشون رو به صورت پارت تایم بکنن، چون فول تایم باید اجباری بود که بیمه میگرفتن. برای من این کمی مسئله ساز بود که با وجود آمدن پرزیدنت ترامپ این قانون احتمالاً تا اینجایی که من میدونم برداشته شده. بنابراین اجبار بودن برای ایندیویدوال، برای من و شما، اگر بیمه نداشتیم آخر سال بعد جریمه میدادیم، اونم به احتمال خیلی زیاد برداشته خواهد شد برای سال 2017. ولی الان در حال حاضر همه بیمه دارن تا اونجا که من میدونم. خب آینده چی خواهد شد؟ آینده نمیدونیم، واقعا خیلی پیچیده است، مبهمه. منتظریم ببینیم که چی پیش خواهد اومد. من شاید فکر میکنم این لغت اوباما کیر پرزیدنت ترامپ رو زیاد خوشحال کرده. بیشتر من فکر میکنم بیشتر این اسم اذیت میکنه تا خود تعرفه کاری و اون چیزی که هستش. احتمالاً به هر حال هر چی که مربوط به، حالا اینو نمیشه مثلا بذارم مثلا نادر کر مثلا، چه اشکالی داره دیگه، اوباما که نیستش. خیلی عالی. خب پس اینطور. بله به هر حال حالا بعد نشست و دید که چیکار میشه کرد. ولی چیزی که میخوام بگم، هنوز ما میتونیم مدیکال بنویسیم. مدیکال بیمه رایگانه کسانی که درآمدشون برای سینگل پرسن، اگر برای یک نفر، حالا یا خانم یا آقا، درآمد سالیانشون زیر $17,000 باشه، میتونن بیمه مدیکال بگیرن که آزاد، رایگانه. خیلی از دکترها قبولشون دارن، خیلی از بیمارستان‌ها قبول میکنن این بیمه رو. بهترین نیست ولی مسلماً خیلی خیلی خوبتر از اینه که اصلا آدم بیمه نداشته باشه. در رابطه با بیمه املاک میخوام صحبت کنیم که امروز آیا قوانینی در حال تغییر براش هست یا قوانینش مثل سابقه
و به همون صورت میشه این بیمه ها رو داشت و بله، اونا ادامه هیچ داد. تأثیری نکرده. بیمه مسکونی یا تجاری، هر کسی که صاحب بیزنس هست باید بیمه رو داشته باشه. هیچ فرقی در اون موارد چیزی به وجود نیامده. بیمه اتومبیل چطور؟ اونم همونه مثل هیچ سابق. فرقی. مینیمم لایبیلیتی اجباریه که هر کسی که گواهینامه داره و رانندگی میکنه باید ماشین داشته باشه به اسم خودش. حتما باید بیمه مینیمم لایبیلیتی شخص ثالث رو داشته باشه. اگر نمیخواد برای خودش بیمه برای بدنه ماشین بیمه بگیره مسئله نیست، ولی حتما بعد همون مینیمومو که به اصطلاح فارسی میگیم بیمه شخص ثالث 15,000 برای یک نفر، 30,000 سرنشینان و $5,000 پراپرتی دمیج، اونو حتما باید داشته باشه. وکلا همیشه پیشنهاد میکنن که آنینشورد موتوریست هم داشته باشن یا آندر اینشورد موتوریست. یعنی چی؟ البته من میدونم، دوست دارم توضیح بدم. بله، آنینشورد موتوریست اینه که اگر شما احتمالاً با یک کسی تصادف میکنین و اون شخص بیمه نداره، دستتون به هیچ جایی نمیرسه، میتونین بیمه خودتون اون کار انجام بشه، خسارتتون رو پرداخت بکنه و برای ماشین خودتون اگر صدمه ببینه بدون هیچ دیداکتیبلی تا $3,500 میتونین از بیمه خودتون استفاده کنید. بله. خب بینندگان عزیز، گفتگومون رو با خانم باهره اردلان ادامه میدیم. همونطور که میدانید خانم باهره اردلان سالهای سال هست که در امر بیمه تخصص دارن و سالهای سال است که در خدمت جامعه ایرانی و آمریکایی بودن و تونستن در طول این سالها با کمترین قیمت بهترین امکانات بیمه رو برای شما در زمینه‌های بیمه مسکونی یا تجاری یا اتومبیل یا هلت یا سلامتی به قول معروف برای شما در نظر بگیرن. با شما خواهید بود. خب یعنی ادامه بدیم تا بعد. بسیار عالی. دوست دارم بله خواهش می‌کنم. من باهره اردلان و من آوا اردلان با 30 سال سابقه در کلیه امور بیمه، اتومبیل، مسکونی، تجاری، درمانی، عمر در خدمت شما عزیزان هستم. تجربه ما ضامن رضایت شما. با ما تماس بگیرید. به نفع شماست. دیگر فعالیتی که خانم باهره اردلان دارند در رابطه با مسائل گردهمایی و نزدیک شدن جامعه ایرانی به خصوص بانوان ایرانی است. کار بسیار زیبا و قشنگی است از سوی خانم باهره اردلان که تصمیم بر این گرفته شد که اولین مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان تقدیم بشه. اولین کتابچه راهنمای مشاغل بانوان موفق ایرانی. این یک پروژه بسیار بسیار محترم و مهمی هست برای جامعه ایرانی، چرا که اولا نشون داده میشه که بانوان ایرانی تا چند اندازه‌ای در بیزینس هاشون موفق بودن، نشون داده میشه چقدر فعال هستن، نشون داده میشه که چقدر توانایی در زن ایرانی هست که در چنین مشاغلی هر کدومشون به عنوان